امشب با 5 تا فیلم پرفروش سینمایی جهان آشنا میشیم. لینک دانلود فیلم‌های معرفی شده تو قسمت توضیحات قرار میگیره و اگه دوست داشتید میتونید دانلود کنید و ببینید. لطفاً حمایت از کانال هم یادتون نره. یکی دیگه از آثار موفق برادران روسو که آوریل سال 2018 از طریق استودیوی توزیع والت دیزنی منتشر شد و تونست به دومین فیلم پرفروش ابرقهرمانی و پرفروش‌ترین فیلم سال 2018 و پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان تبدیل بشه. 19مین فیلم دنیای سینمای مارول بعد از اولین نمایش تو آوریل سال 2018 تونست کلی نقد مثبت از منتقدای بزرگ سینمایی بگیره. صحنه‌های اکشن، اجرای تیم بازیگری و جلوه‌های ویژه فیلم از نظر منتقدا تحسین شد. یکی از شخصیت‌های فاز سوم دنیای مارول تو این قسمت ظاهر شدن و قرار کنار نگهبان کهکشان با شخصیت ابرشرور تانوس روبرو بشن. فیلم 2 ساعت و 29 دقیقه جنگ ابدیت انتقامجویان تا حالا با 947,000 رای تو سایت IMDb تونست امتیاز 8.4 از 10 رو بگیره. هفتمین قسمت از فیلم‌های 9 قسمتی خیزش اسکای واکر رو اولین قسمت از سگانی دنبالی جنگ ستارگان سال 2015 با اسم نیرو برمیخیزد از استودیوی والت دیزنی منتشر شد. بعد از اولین نمایش تو دسامبر 2015 نقدهای مثبت زیادی از منتقدای سینمایی دریافت کرد. منتقدا این اثر رو از نظر فیلمنامه، کارگردانی، نقش‌آفرینی گروه بازیگران، موسیقی فیلم و جلوه‌های بصری و تدوین تحسین کردند. نیرو برمیخیزد تو زمان انتشار با حدود 2 میلیارد فروش توی گیشه به پرفروش‌ترین فیلم سال 2015 تبدیل شد و تونست رتبه 4م پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای جهان رو به اسم خودش ثبت کنه. فیلم 2 ساعت و 18 دقیقه جنگ ستارگان سال 2015 تا حالا با حدود 892,000 رای تو سایت IMDb تونست امتیاز 7.8 از 10 رو بگیره. یکی دیگه از فیلم‌های پرفروش تاریخ سینمای جهان که بعد از آواتار و انتقامجویان تونست با فروش بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیونی رتبه سوم پرفروش‌ترین ها رو به دست بیاره. تایتانیک تو هفتمین دوره مراسم اسکار برنده 11 جایزه شد و 4 جایزه هم از مراسم گلدن گلوب به دست آورد. نویسندگی و کارگردانی و تهیه کنندگی جیمز کامرون همراه بازی درخشان دیکاپریو تو نقش جک این فیلم عاشقانه و حماسی رو تبدیل به یه اثر موندگار کرد. فیلم 3 ساعت و 14 دقیقه تایتانیک سال 1997 از طریق فاکس قرن 20 به صورت جهانی منتشر شد و تا حالا با حدود 1 میلیون رای تو سایت IMDb امتیاز 7.8 از 10 رو برای خودش ثبت کرده. پایان بازی 22مین فیلم دنیای سینمایی مارول محسوب میشه که به عنوان یه دنبالی مستقیم بعد از جنگ ابدیت انتقامجویان ساخته شد و سال 2019 از طریق استودیوی توزیع والت دیزنی منتشر شد. کارگردانی این قسمت از اونجرز یا انتقامجویان هم مثل جنگ ابدیت به عهده برادران روسو بود. اونا تا حالا فیلم‌های بزرگی مثل کاپیتان آمریکای سال 2014، مأمور کارتر، استخراج 2020 و جنگ ابدیت سال 2018 رو هم کارگردانی کردند. در حال حاضر این فیلم به عنوان پرفروش‌ترین فیلم ابرقهرمانی، پرفروش‌ترین فیلم سال 2019 و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان بعد از آواتار قرار گرفته. فیلم 181 دقیقه انتقامجویان سال 2019 با هزینه ساخت 400 میلیونی تونست بیشتر از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار فروش کنه و با 169,000 رای سایت IMDb امتیاز خوب 8.4 از 10 رو بگیره.
فیلم علمی تخیلی و حماسی آواتار جیمز کامرون در دسامبر سال 2009 برای اولین بار به نمایش درآمد و تونست کلی نقد مثبت از منتقدای بزرگ سینمایی بگیره و رکورد شکنی کنه. از نظر جلوه‌های بصری تحسین شد و به پرفروش‌ترین فیلم تو دهه خودش تبدیل شد، تا اینکه پایان بازی انتقام جویان سال 2019 منتشر شد و تونست یه مدت رکورد آواتار رو بشکنه. داستان تو اواسط قرن 22 اتفاق میفته. زمین‌ها واسه رسیدن به منابع با ارزش قصد اشغال نظامی سیاره پندورا رو دارن و این قضیه باعث شده اهالی اونجا محیط زیستشون رو از دست بدن و حیاتشون رو به انقراض بره. بین همین ماجراها یک گروه از دانشمندا با ترکیب دی ان ای انسان و ناوی‌ها به تکنولوژی ژنتیکی دست پیدا کردن و میخوان یه انسان رو با بدن یه ناوی به سیاره پندورا بفرستن تا بیشتر با فرهنگشون آشنا بشن. فیلم 2 ساعت 42 دقیقه‌ای آواتار تا حالا با 1,200,000 رای تو سایت IMDb امتیاز خوب 7.8 از 10 رو برای خودش ثبت کرده.